داشتن آماده می شدم بلند شم و برگردم خونه که پسری که پشت سرم نشسته بود یهو دستش رو دراز کرد و جلوم رو گرفت. یه بهونه آورد و کاری کرد که همه همکلاسی هامون از اونجا برن. من فکر کردم میخواد یه کار بدی بکنه و حسابی مضطرب شده بودم. اما لحظه بعد کت خودش رو در آورد و با مهربونی روی پاهای من انداخت. همون موقع فهمیدم دامنم لک شده. صورتم از خجالت فوراً سرخ شد. از اون لحظه کم کم متوجهش شدم و بهش توجه کردم، اما نمیدونستم که اون از مدت‌ها قبل حواسش به من بوده. تا اینکه روز فارغ التحصیلی وقتی پشت صحنه داشتم لباس عوض می‌کردم، یه نفر مخفیانه داشت ازم عکس می‌گرفت و من اصلاً متوجه چیزی نشدم. وقتی از اونجا بیرون اومدم دیدم اون پسر با یه نفر درگیر شده و اوضاع کاملاً به هم ریخته. اما برای اینکه آبروی من حفظ بشه، هیچ وقت حقیقت رو فاش نکرد. در نهایت اون فرد دیگه به شدت تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفت و به خاطرش به زندان محکوم شد. 2 سال بعد بالاخره از زندان آزاد شد. تا اون موقع من حقیقت رو از نماینده کلاس فهمیده بودم. برای همین یه دسته گل دستم گرفتم و از صبح زود جلوی در زندان منتظرش موندم. اما وقتی بیرون اومد حتی یه نگاه هم به من ننداخت. همون موقع دوستاش برای بردنش رسیدن. می‌خواستم برم جلو و باهاش سلام کنم، ولی اون برگشت و مستقیم ازم دور شد. اون لحظه قلبم انگار محکم فشرده شد. بعداً فهمیدم دوستاش برای جشن آزادیش توی یه بار جمع شدن. من هم سریع خودم رو به اونجا رسوندم تا پیداش کنم. چند نفر توی بار سعی کردن بیش از حد به من نزدیک بشن، اما فقط با یه نگاه اون همشون عقب کشیدن. بعد منو به پشت بوم برد و با سردی پرسید دقیقاً چی می‌خوای؟ ازش پرسیدم روز فارغ التحصیلی می‌خواستی بهم ابراز علاقه کنی؟ همون لحظه منکرش شد، ولی از رفتارش میفهمیدم که راست نمیگه. یه نفس عمیق کشیدم و بهش گفتم پس این بار بذار من کسی باشم که دنبالت میاد. بعد از گفتن این حرف برگشتم و از اونجا رفتم. روز بعد براش صبحونه بردم. همین که منو دید خواست در رو ببنده. من هم سریع غذا رو گذاشتم توی دستش. برای یه لحظه خشکش زد و ناخودآگاه غذا رو گرفت. لبخند زدم و برگشتم که برم.